یک زنگ خطره که گاهی عشق و مراقبت میتونه در تاریکی روان آدمی تبدیل به ابزاری برای آسیب بشه بدون اینکه خودش بدونه. یه نمونه واقعی داستان لیسی اسپیرزه، مادر که پسر کوچیکش رو سالها بیمار نشون میداد. بعدم فهمیدن که خودش از طریق لوله تغذیه بهش نمک تزریق میکرد، چیزی که باعث مرگش شد. در نهایت لیسی به جرم قتل محکوم شد، اما پشت این ماجرا یه اختلال روانی بود، نه فقط یک جنایت ساده. نکته وحشتناک اینجاست که خیلی وقتها والد خودش نمیفهمه ریشه رفتاراش چیه. اینجا پای روانشناس و آسیب شناس به میون میاد. فهمیدن این انگیزه‌های ناخودآگاه و مکانیزم‌های روانی این اختلال کلید پیشگیریه. نهایت باید بهتون بگم که FDAI فقط یک اسم علمی یا اسم اون اختلال نیست. اختلال ساختگی نیابتی یا factitious disorder imposed on another. اینجا ماجرا درباره والدینی که بدون هیچ سودی مادی یا انگیزه بیرونی یا فرار از مسئولیت علائم بیماری رو توی فرزندشون جعل میکنن یا به بچه القا میکنن. تا نهایت چی بشه؟ دکترها و اطرافیان فکر کنن بچه واقعا مریضه و خود والدین تحت توجه قرار بگیرن، ولی در عمل کودک درون یک چرخه بی‌پایان آزمایش‌ها و درمان‌های غیر ضروری میفته و گاهی این بازی خطرناک قیمت جون بچه تمام میشه.